درود شنوندگان عزیز، مهمترین و آخرین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر منظورتان می‌گردانیم. امروز سه‌شنبه 23 ایون 2020 سال است. و خبرها را از تاجیکستان شروع می‌کنیم. بنا به اطلاع وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، در سفارت فرانسه در دوشنبه ملاقات وزیر فرهنگ زلفیه دولتزاده و سفیر فرانسه در جمهوری تاجیکستان خانم یاسمین گویدر برگزار شد. از ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل همکاری‌های فرهنگی دو کشور و از جمله تشکیل نمایشگاه اکسپونات‌های تاریخی تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان سرزمین طلایی در آثارخانه گیمه‌ای شهر پرش که ماه اکتبر سال روان به نقشه گرفته شده است بررسی کردند. جانب فرانسه پیشنهاد نموده است که نمایش‌های اکسپونات‌های تاجیکستان در آثارخانه پرش تا سال 2021 موقوف گذاشته شوند. در رابطه با پاندمی کرونا ویروس کووید 19 در جهان، اینچنین با سبب پایداری وضع اپیدمیولوژی در فرانسه، گذراندن چهاربینی‌های عمومی با اشتراک مهمانان و سیاحان در حال حاضر منع است. طبق کنسپسیای تهیه نموده نمایشگاه بین‌المللی اشیاء تاریخی تاجیکستان در فرانسه، یک قطار چهاربینی‌های تشکیلی و آمادگی به استانداردهای بین‌المللی ادامه دارند. خبرهای روز را در دایره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در طول پنجانه ماه اول سال جاری در جمهوری تاجیکستان 176,000 تن غله‌دانه استحصال کرده شده است. دفتر مطبوعات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که این نسبت به همین دوره سال گذشته 49,500 تن زیادتر است. در مجموع امسال تقریباً در 287,000 گکتار زمین غله‌دانه کشت شده است. در 5 ماه اول سال روان در جمهوری تاجیکستان 51,500 تن گندم پرورش شده است. خبر می‌دهد آژانس امور. همزمان با جمهوری از خارج کشور تقریباً 400 تن گندم وارد کرده شده است. طبق اطلاع آژانس این نسبت به همین دوره سال 2019 8.1% کمتر است. از تاجیکستان به قرقیزستان می رویم. دادگاه ناحیه یکم می شهر بشکک سابق پرزیدنت قرقیزستان المازبек атамбоев را به 11 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. رهبر پیشین دولت قرقیزستان در مساعدت نمودن نهاد غیرقانونی آزاد کردن عزیز باتوکایف شخصیتی در عالم جنایی شناخته گناهکار دانسته شد. اینچنین با قرار دادگاه المازبek атамбоев از مکافات‌های دولتی و مال ملک محروم خواهد شد. ماه نوامبر سال گذشته سود بررسی پرونده را در نسبت سابق پرزیدنت قرقیزستان آغاز کرده. این روند امروز خاتمه یافت. سابق پرزیدنت از اشتراک در مرافعه دادگاهی و گفتن سخن آخرین خودداری کرد. المازبek атамбоев قرقیزستان را از سال 2011 تا سال 2017 سروری کرد و در نتیجه انتخابات اختیاراً قدرت را به وارث خود و اتفاقچی او سورونبای ژینبکوف سپرید. در آخر ماه ایون سال 2019 پارلمان با دادستانی گنرالی جمهوری قرقیزستان رویخط اتهامات علیه رهبر پیشین کشور را ارسال کرد که این باعث گشت تا در نسبت پرزیدنت پیشین قرقیزستان دادستانی گنرالی این کشور پرونده جنایتی آغاز نماید. هنگام دستگیرکنی المازبek атамбоев او اظهار داشته بود که عیبدارکنی‌ها در نسبتش بی‌معنی است و به قول خودش وی در نزد مردم پاک است. شما آخرین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. مقامات دولت مصر تصمیم گرفتند که کاری طرفخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و کینوتئاترها را که بر اثر پاندمی از کرونا ویروس بسته شده‌اند از آخر این هفته برقرار کنند. در این خصوص سروزیر مصر مصطفی مدبولی در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داده است. از ضمن سخنرانی خود سروزیر قید کرده است که وضع ولایت‌های شمالی قاهره، غزه و کالیوبیه نظر به دیگر مناطق کشور مرکب باقی میماند، زیرا تقریبا نصف همه حادثه‌های سیرادیابی به کرونا ویروس در این منطقه‌های مصر به قید گرفته شده‌اند. همزمان گفته شده است که مصر به توفیل مقامات آگاهانه حکومت اقدام‌های آگاهانه حکومت کرونا ویروس را با موفقیت مقاومت می‌کند.
قهوه‌خانه‌ها، طرفخانه‌ها، تالارهای ورزشی روز 27 ایون دوباره به کار می‌درویند. قهوه‌خانه و طرفخانه‌ها حداقل 25% از شماره عمومی مهمان‌ها را قبول کرده می‌توانند. مثلا اگر قهوه‌خانه برای 100 مشتری پیش بینی شده باشد، پس آنجا می‌توان تنها 25 نفر حضور پیدا کند، گفته است مصطفی مدبولی، سروزیر مصر. تاکید گردیده است که این قاعده ها در دوره اول حالتهای سبکگردانی برای تدریجاً آغاز نمودن فعالیت اقتصادی می باشد. بعدتر مقامات وضع را ارزیابی می کنند و می توانند شماره مشتریان را در مؤسسه‌های خوراکیامه افزایش دهند. همزمان منع تماکو کشی در طرفخانه ها و آشخانه های مصر عمل می کند، زیرا به گفته مقامات این یکی از عامل‌های سرایت‌یابی می باشد. طبق اطلاع وزارت تندرستی جمهوری مصر، تا به حالت دیروز 22 ایونی سال 2020 در این کشور 56.8 حادثه سرایت کرونا ویروس فقط گرفته شده است که از آنها بیش از 15000 نفرشان شفا یافته، 2278 نفر دیگر بیماران فوت کردند. همچنین از مصر به وضع منطقه نیز نظر میکنیم. وزیر کارهای خارجه جمهوری مردم چین وان ای ضمن گفته شنید با وزیر کارهای خارجه فدراسیون روسیه و وزیر کارهای خارجه جمهوری هندوستان پیشنهاد کرد که امکانیات ایجاد دالون اکسپرس برای رفت آمد شهروندان و دالون سبز برای انتقال مالها در دوره اپیدمی کووید 19 بررسی کرده شود که این به منفعت هر سه کشور خواهد بود. از 28 مارس سال روان وزارت کارهای خارجه چین در دایره پیشگیری سرایت کرونا ویروس به خارجیان ورود به چین را موقتا محدود نموده است. در این مورد تطبیق این ممنوعیت‌ها استثنا شده است به کارمندان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم چین. وانگ ای وزیر روابط خارجه جمهوری مردم چین پیشنهاد کرده است که آمادگی مکانیزم مشترک پیشگیری و نظارت اپیدمی، ایجاد دالون سبز برای رفت آمد به ممنوعیت شهروندان و تشکیل دالون سبز برای انتقال مال و محصولات هرچه زودتر در سطح حکومت‌های هر سه کشور بررسی کرده شوند تا در این زمینه سازشنامه مشترک به امضا رسد. علاوه بر این، وزیر امور خارجه چین اینچنین جانب‌های هندوستان و روسیه را دعوت کرد که همکاری‌ها را در سمت مبارزه با کووید 19، گسترش همکاری‌ها در مبادله اطلاعات، اینچنین رشد ساحه طب، تامین مواد دارویی و واکسن‌ها ادامه دهند. اندیشیدن چاره‌های مؤثر را برای تامین امنیت و حفظ سلامتی شهروندان در قلمرو یکدیگر در دایره یک طرح منفعت دار خواندند. و در آخر نظر به امریکا میکنیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که دادن روادید کار را برای شهروندان خارجی تا آخر سال 2020 باز می‌دارد. با گفته نمایندگان کاخ سفید، این تصمیم با مقصد تامین جایهای کاری برای آمریکایی‌هایی که بنابر بازداشتن فعالیت اقتصادی در ایالات متحده در نتیجه پاندمی کرونا ویروس جای کار خود را از دست دادند قبول شده است. این محدود کنی در دادن روادید کار به کارمندان طب و کارگرانی که در صنعت خوراکواری کار میکنند تاثیر نمیرساند. کاخ سفید تخمین میزند که با این راه از ورود بیش از 500,000 خارجیان پیشگیری خواهد کرد. قرار کاخ سفید از جانب نمایندگان یکچند شرکت‌های بزرگ آمریکایی و قانونگذاران شدیداً انتقاد کرده شد که ایالات متحده آمریکا نارسایی جدی کارگران بلند اختصاص به خصوص مهندسان و برنامه‌سازان الکترونی را احساس میکند. سامیان عزیز، شما مهمترین تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید و شما استراحت با فراغت. سلامت باشید.